الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نماز عید چطور خوانده می شود؟ اولا نماز عید در مذهب ابو حنیفه رحمه الله واجب است برای هر کسی که استطاعتی. خب نماز عید مثل دیگر کارهای خوب با نیت شروع می شود. نیت میکنیم، میتونید که با زبان بگید نیت و اولا و بهتر که نیت با دل کرد. نماز سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. بعد از این 3 مراتبه دیگه تکبیر میگیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بعد از این که با 3 مراتبه دیگه تکبیر گفتیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میگیم. خب بعد از این شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاتحه را میخونیم. بعد از سوره فاتحه بهتر میشود که سوره اعلا خونده شود. سوره اعلا خونده شود، یعنی سبح اسم ربک الاعلی. این طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب بعد از این که سوره اعلا را خوندیم بر رکوع میریم، سجده میکنیم، میخیزیم دویم رکعت. در دویم رکعت سوره فاتحه را میخونیم. بعد از سوره فاتحه سوره غاشیه، یعنی هل اتاک حدیث الغاشیه میخونیم. این طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر کدامی که این سوره را ندونه، در اون حالت میتونه که کدام سوره را که میدونه همون سوره را بخونیم. فقط این طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در یکم رکعت سوره اعلا را بخونیم، یعنی سبح اسم ربک الاعلی. در دویم رکعت سوره غاشیه را بخونیم، یعنی هل اتاک حدیث الغاشیه. بعد از این که سوره غاشیه یا این که کدام سوره را که میدونیم خوندیم، 3 مراتبه دیگر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر میگیم و بعد چکار میکنیم؟ بر رکوع میریم و به همین نماز ما تمام میشه. یعنی رکوع میکنیم، سجده میکنیم و نماز ما تمام میشه. بعد از نماز طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که خطبه عید گفته شود. و چیزی مهمه فراموش نکنید که فطرای روزه تا نماز داده شود. بعد از نماز دیگر دیگر فطر روزه قبول نمیشه. خب میخیزیم خطبه نماز عید میگیم. مهم همین که خطبه گفته شود، یعنی کوشش نکنین که خطبه دور و دراز باشه. میتونین که کوتاه خطبه عید مثال بگیم طبق همون کتابایی که خطبه های عید رمضان و عید قربان هسته. خب سوال در اینجا پیدا می شود که نماز عید ما میتونیم که در استرویکا یا اینکه در جای کار بخونیم، در حالتی که در نزدیکی ما مسجد نیست و ما بسیاریم، یعنی تقریبا 20 نفریم، 10 نفریم، 30 نفریم، 40 نفریم، بله میشه بخونده. وقتی که بسیار باشه، اگر انشالله جای نماز خوانی باشه، اگر یک آدمی که میفهمه در اسلام، یعنی داره یکون علم داره، خچه تیار میکنه برای نماز عید و پیش میدرویه، انشاءالله تعالی که ثواب همه را میگیره. خب باز در اینجا سوال میشود در مورد نماز عید. در مورد نماز عید سوال میشود که میتونیم ما نماز عید در خانه بخونیم نه؟ در این حالت نمیشود نماز عید در خانه خواندن، برای اینکه
ما مثال جای نماز عید خانی داریم، مسجدها هسته، دیگر جا هسته. اگر نباشه، اگر امکانیت ها نباشه، جای نماز خانی نباشه، در اون حالت می شود که در درون خانه نماز بخونیم. یعنی باز زمان چند نفری هسته جمع کنیم بخونیم. خب در اینجا باز سوال پیدا می شود که نماز عید چند نفر باید باشه که نماز عید خوانده شود. در اینجا یگان عددی مخصوص نیست، یعنی 40 نفر و 20 نفر و 15 نفر و این خیلی نیست. همین 3 کس 2 کس 4 کس هم که باشه نماز عید خوانده می شود، یعنی جماعت شود ان شاء الله تعالی که نماز عید خوانده می شود ان شاء الله تعالی. خب یک برادر دیگه سوال کرده است در مورد امین ماه شریف رمضان. میگه که می شود که مثال این اگر در روسیه 13 عید شود، می شود که ما یک روز دیگه با اضافی بگیریم؟ نه برادر عزیز، نمی شود، برای اینکه ای جماعت جدا شدن درست نیست. الله متعال با جماعت است. الله متعال یعنی با جماعت است. ید الله مع الجماعه. الله متعال با جماعت. باز در اینجا یک برادر دیگه میپرسه که بعد از نماز عید قرائت کردن، دعا کردن، یعنی سنت فرض واجب، بعد از نماز عید قرائت کردن یعنی که دعا کردن هیچ گپ نداره، مادامی که فرضش نشمورن. یعنی اگر کسی بگه که حتمی بعد از نماز عید قرائت کردن در کار، حتمی بعد از نماز عید دعا کردن در کار، در اون حالت درست نیست. برای اینکه یک چیزی که نیست مثال همون فرض میکنه، یعنی که واجب میکنه. خب بعضی برادرها دیگه میپرسه که مثال بعد از نماز عید میشه که ما مثال ایجوی کارمون کم وقت میتین امکانیت دارد که ما نماز عید بخونیم و بخیزیم. بله اگر شما را در جای کارتون مثال وقت نتین امکانیت نداشته باشید، میتونید که شما چکار کنید؟ نماز عید بخونید برید. اگر امکانیت نداشته باشید انشاءالله هیچ گپ نداره. خب در اینجا باز سوال پیدا میشه، برادر میگه که بعد از نماز عید به قبرستان رفتن حتمیه؟ یعنی ما حتمی باید که بعد از نماز عید فقط برای روزای عید بریم؟ ما قبرستان باید فزوروها. میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم که من نهی کردم بریم. نه برادر از قبرستان اگر وقت باشه قبرستان رفته زیارت کردن در کاره، برای اینکه زیارت کردن قبرستان ایمان انسان میبرداره. ایمان انسان کمی هم که باشه اگر ایمانش مثل بلند میشوه، در دلش یاد الله میآید، یعنی کمک از دنیا بیرون میشوه. وقتی که انسان به قبرستان میدراید کمک که از دنیا خود کنده میکنه. برای همین به قبرستان رفتن بعد از نماز عید سنت یا اینکه فرض یعنی واجب نیست، ولی اگر کم توانستیم میره انشاءالله به حق همون آدمای مرده طلب استغفار میکنید، دعا میکنید و در حقشون انشاءالله تعالی که دعا میکنیم. خب در اینجا سوال پیدا میشود که امکانیت داره که مثال خیلی آدم سالها مثال در غریبی مثال پدر یا مادرش نمیروه، مثال دعا کردن در پیش قبر یا که دعا کردن از دور یگان فرقیت داره؟ نه برادر عزیز، هیچی فرقیت نداره. آدمی که وفات کرده است او را ای کدوم کنج دنیا که دعا کنیم ما در حقش همون دعاها میروند. یعنی ما در حق آدمی گذشته از کدوم کنج دنیا هم که صدقه کنیم در حقش میروند.
او یک اعمالنامه کشوده می شود برای آدم میت، یعنی برای آدم گذشته که از کجای و چه کاری خیری هم که به او بکنی، الله متعال در اعمالنامه همون آدم گذشته می نویسش. و زیارت کردن قبر چطوری که گفتم، این ایمان ما را بسیارتر میبرداره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن که قبرها را بری حتمی زیارت کنی و حتمی در برای قبر رفته از نزدیک دعا کردن در کن. نه، در کجایی که باشی، در کدام طرف دنیا هم که باشی، نماز خوندی یا که در یادت آمد، همین خیلی در راه هم که میری، مثال فلانی آدم گذشته است در یادت میاد، میگو که برای الله همون انسان مثال رفیقم بود یا که همسایم بود، الله متعال گناهاش مغفرت کن، مثال قبرش پر نور بگردان، جاش فردوس الاعلا بگردان، مثال یادی به خیر میکنی. همین یادی به خیر کردن و همون در راه رفتگی و دعا کردن، همون هم در عملنامه همون انسان نوشته میشود و به ترم ثواب داده میشود، به اونم ثواب داده میشود. خب بعد یک برادر دیگه میپرسه که حتمی صدقه کردن یعنی خوراک دادن حتمی های؟ وقتی که ما صدقه میکنیم برادران عزیز، حتمی خوراک دادن نیسته. برای اینکه خیلی اکثریت ما میدونیم، مثلا وقتی ما صدقه میکنیم از برای مردم گذشته، در اونجا مثال آدمای بای هم میوین، آدمایی هم میوین که مثال و یا باز همونجا ناراضی میروند، یعنی از همونجا خوراک میخورن و چی ناراضی میروند. برای همین ما میتونیم که همون پولی صدقه را چیکار کنیم؟ با همسایه ها نظر کردن در کار. همسایه های ما هستن که مثال آدم یتیم هسته، آدمی که زنی که شوهرش وفات کرده، چند تا فرزند داره، زن هستن که 3 4 تا 5 تا دختر دارن، شوهرش نیست، یک آدمی هم نیست در روسیه کار کنه، مثلا یگان جا ریسک روزی روی کنه. اینا همون صدقه که مثلا خوراک تیار میکنی، مثلا با پول سومانی 500 سومانی تا مثلا خوراک تیار میکنی، همون 500 سومانی را در تنهایی، در مقصد یک وقتی که هیچ کس تر نبینه، مثال میبری در دستش همون 500 سومان میتی، میگو که اپا یا اینکه خاله همینا مثال از ما قبول کن، هیچ کس نمیبینه. باور کنین برادران عزیز، ثواب این چند مراتبه زیادتر از ثواب آنی است که ما مردم خوراک میتیم. برای اینکه اون انسانی که مستحق اینه، شما فکر کنین که وقتی ما 500 سومان 400 سومان 300 سومان میتیم، اون زنده چقدر یاری میرسونیم. یعنی میرد یک قبچه آرد میخرد، یک روغن میخرد، 1 کیلو گوشت میخرد، مثال چقدر خوشحال میشود، چقدر کودکای اون زن خوشحال میشود، چقدر اجر میرود با تر مثال. برای همین برادر عزیز، صدقه کردن شرط و ضروری نیست که ما گوسفند بکشیم، ما خوراک تیار کنیم، ما فیرات کنیم. نه، اگر استطاعت هست، قوت و توانایی داریم، مرحمت خوراک تیار کن، مرحمت مثال با مردم صدقه بدیم. نه که بهتر و اولا همین میشود که همون پول مثال جمع کنیم، چند همایی که بیوزنن، فرزنداشون را یگان چیز بخریم، یگان بازیچهشون بخریم، خوشحال کنیم دل یک کودک، دل یک زنی که الله اعلم مثال ما در خانه همون خوشحال خوابیم، مثال او زن مثال شوهر ندارد، کودکای خورد دارد، شاید الله دانه تا سحر خواب نروه، در فکری باشه که این کودکا من سحر ایکجا آرد بخرم، ایکجا نان بتم، ایکجا روغن بخرم، چه خیل کنم، دست با یگان کار بد نکنم. مثال با اکثریت ما میدونیم که چی در این روزا چی گپا میگذره، مثال در این روزا چی کارا میگذره. برای این برادر عزیز، من فکر شخصی من همینه که صدقه میکنین اگر در همین روزایی که بسیار سخت شدگی به همون آدمایی که بیوزنن، فرزند دارن، یا اینکه شوهر هم داشته باشه، مثال کودکاش خوردن، مردک مثال خیلی چند کار میکنه، مثال در وطن اسم میدوه، مثال یک لقمه نانی پیدا میکنه، همون هم به سختی
بهتر و اولا می شود که همون پلا با دستی همون بتیم قطعی کودک و قطعی فرزندش بخوره. باور کنین شاید همون انسان یک دست دعا برداره، الله متعال با چند قدر ما را در کارمون برکت بده. شاید یگان بلایی میاد به سر ما که به سبب همون برداشتگی یعنی دستی با دعا کردگی همون انسان چی الله متعال همون بلا را از سر ما میگیره، دور میکنه. یک شعر هسته میگه یک کف دعا کند گاها سعی 100 ساله نکند. یعنی یک بار یگان کس در حق دعا میکنه، یک بار 100 ساله ها محنت همون یک کف دعا چی میکنه؟ جبران میکنه. برای همون انشاءالله تعالی برادران عزیز فهموشید. خب یک بگیم که یک خولای دیگه سوال کردگی پرسیدگیه که من اگر فرزندم در دستم پول میتیه، مثلا میگه که مادر جان همین پول ای شما های، من میتونم که ناپرسیده از شوهرم همون پول مثال صدقه بتم، چند قشه مثال با کدمی رو میخوام بتم. خب در اینجا وقتی که فرزند پول به مادر میتیه، این ملکیتی همون مادر میشوه و مادر اختیار داره که پول در کجا صرف میکنه، یعنی با کی صدقه میکنه، با کی را میتیه، با کی را نمیتیه. اما وقتی که همون زن بفهمه که شوهرش خبردار شوه که زن مثال دستش پول بود و شوهر خبردار نکرد و پول مثال ای قشه صدقه کرد، ای قشه مثال به فلانی را داد و از همین سبب یگان خفگی می شوه، در این حالت چی می شوه؟ معامله باید کنن. شوهرش خبردار کنه که مثلا من فرزندم مثال مقدار پول داده است و مثال من میخوام که به فلانی انسان را بتم. برای اینکه شوهر نزدیکترین انسان به زن میشود. بعد از اینکه زن شوهر میکنه، نزدیکترین انسان به زن شوهرش. حتی رسول الله صلی الله علیه و در حدیثی روایت کردند که فرمودند اگر الله متعال سجده را اجازت میداد بجز ذات خودش، پس یعنی به زن امر میکرد که در پیش شوهرش سجده کنه. یعنی بینید که چقدر شوهر قدر و مرتبهش بلنده. برای همین اگر بفهمه زن که با یعنی داشتن پولش و با خبر نکردن شوهر خفه میشه و شوهرش، باید که شوهر خبردار کنه، بگه که مثال من همین قدر مقدار پول دارم و میخواهم با فلانی انسانا را بتم. انشاءالله تعالی که باوری دارم که اگان مشکلی نمیشه، از این شوهر خوشحال میشه و انشاءالله مشکلی نمیشه. خب یک برادر دیگر در مورد نمازهای قضایی، این یک موضوعی هسته که مثال بسیار سوال کرده میشه و باز هم ما باید که حتمی جواب بتیم، برای اینکه همه وقت سوال پیدا میشه و همه وقت ما باید که جواب بگیم. نماز قضایی مثلا 40 سال 50 سال نماز نخوندم، اگه چخل کنم مثلا حوزی مسافت شدگی انسان اگه 50 سال نخونده است، 40 سال نماز نخونده است، همون 50 سال 40 سال باید بخونه، حتمی در سرش قضایی باید بخونه. در اینجا دو تا فکره، یعنی دو تا رأی، در این دو تا جواب. یکم علمای مذهب احناف یعنی حنفی میگن که باید قضایی خونده شوند. یعنی امروز پیشینه خوندی، یک پیشینه دیگه میخونی، عصر خوندی، یک عصر دیگه میخونی، شام خوندی، یک شام دیگه میخونی. مثلا شخصی نمازاش هم مثال قضا کردگی باید که در درگاه الله متعال توبه کنه و شرط نیست قضایش خواندن. مقصد برای چی این سخن میگن؟ از جهتی که
وقتی انسان نماز نمیخونه از ملت اسلام میبراید. این قول دوم قول. و با توبه کردن الله متعال گذشته را میبخشه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الاسلام یجب ما قبله، اسلام گذشته را میبخشه. این دوم قول علماء. خب الله اعلم، اگر کسی میتواند قضایی را بخواند، اگر میتواند به قول دوم علما عمل کند، توبه کند، توبه نصوح که به همین گناه باز نمیگرده و انشاءالله تعالی که نماز را دوام میتیه. خب این برای مسافیدا هستند، شاید استطاعتی همون قضایی را نداشته باشند همشه. خب یک برادر دیگه میپرسه که مثال همین گردهاش درد میکنه، گرده درد میکنه و دکتر گفته است که مثال با دارو بگرده، یعنی باید که دارو بخوره. اگر دارو نخوره خب بیمار میشود. در این حالت چی خیل کنه؟ میشود که در همین خود رمضان روزش بخوره و در همین رمضان چی کنه؟ خوراک بوده، هر روز یک آدم خوراک بوده و به همین یعنی قضایی را تمام کنه. این خیل نمیشود. باید که یعنی بعد از رمضان اگر استطاعت روزه گرفتن نداشته باشه، در اون حالت چیکار میکنه؟ مسکین خوراک میتیه، در هر روز یک مسکین خوراک میتیه و با همین انشاءالله تعالی که قضایی رمضانش میگذره. در حالتی که روزه گرفتن نتونه، اگر روزه گرفته تونه روزه بگیره، برای اینکه این اولا و بهتره. روزه گرفتن اولا و بهتره، برای اینکه عبادت روزه بلندتره در نزد الله تعالی. خب برادر دیگر پرسیده است که در رمضان مثلا سفر کرد، از وطن به روسیه سفر کرد، روزش بخوره یا نخوره؟ خب طبق شریعت اسلام ببینی اگر برای مسافر اجازت های روزش بخوره و بعد از رمضان در هر یک روزش یک روزی قضایی میکنه. نه که علما میگوین که اولا و بهتر اینه اگر همون انسان استطاعت روزه گرفتن در حالت سفر داشته باشه روزه بگیره. برای که رمضان یک ماه مبارک است که در یک سال یک مرتبه میبیه و این ماه الله متعال. برای همین اگر دیگر قوت و استطاعت روزه گرفتن نباشه در اون حالت مسافر روزش بخوره. نه که اگر داشته باشه صبر کنه ان شاء الله تعالی. والآخرة خیر و ابقا، آخرت یعنی روز قیامت و بهشت خیر و پاینده است. الله متعال برای صبرش، برای اینکه صبر کرد در حالت مسافری قوت داشت، صبر کرد، روزه را دوام داد، الله متعال ده چند ثوابش میتیه ان شاء الله تعالی. خب برادرای عزیز وقتتون گرفتم. اگر یگان سوال دیگر نداشته باشید ان شاء الله تعالی که تقریبا 26 منوت صحبت کردیم. امیدوارم که یگان منفعتی به شما رسید از صحبت های ما و الله متعال ما را از جمله کسانی بگردانه که در یک جمعیت جمع شدن و سخن دین یعنی گوش کردن و سخن کردن و الله متعال همون گروه امر میکند که گناهاشون من بخشیدم. اگر دیگر سوال نداشته باشید ان شاء الله تعالی که خاتمه میبخشیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل قلوبنا بالماء البرد والثلج. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. وصل اللهم تعالى على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.